معتقدم یاد دهنده باید یادگیرنده باشه همیشه. صحبت آقای دکتر عزیزم بود. من صدام گرفته. چند تا نکته رو خدمت شما بزرگواران میگم به عنوان نکاتی که من خودم یادداشت کردم و دوست دارم در جمع شما اینا رو مطرح کنم که شما عزیزان بدونید. ما یه مشکلی که الان داریم پژوهش‌هامونه. پژوهش باید مسئله محور باشه، تا پژوهش‌هایی که ما داریم بیشتر عنوان محور هست. یعنی اکثر پژوهش‌های ما بی‌مسئله است. لذا کیفیت علمی رو میاره پایین و ما رو فرسوده میکنه. و ما باید فکر اساسی برای بکنیم. اگر پژوهش مسئله محور نباشه، مسئله رو رصد نکنه، در واقع دور خودچرخیدن هستش و خروجی نخواهد شد. در صحبت دکتر عزیزم بود وقتی 40% جامعه ما سواد خواندن ندارن، نشون میده ما مسئله محور نیستیم. یعنی این مسئله ما نیست، احتمالاً مال کسی دیگه از جای دیگه باید به مسئله ما رو حل کنه. مسئله دیگه ما کیفیت روش شناسی مونه. ببینید ما مشکلمون در روش شناسی الان. خیلی از پژوهش‌های ما تعداد مقالاتمون زیاده، اما روش‌هامون روش‌های مشکل‌داری، یعنی کم عمقه. روش‌هامون روش‌های دقیقی نیست. اتفاقاً گره کور ما روش اصطلاح. یعنی ما روش شناسی رو نمی‌دونیم، روش‌های جدید رو نمی‌شناسیم یا تکرار و مکررات داریم به اصطلاح. مثلا من در گروه تخصصی خودم همش داریم مدل میدیم، مثلا ارائه مدل میدیم. خب این در واقع بالاخره یه جایی باید قطع بشه. خب چقدر ما مدل باید بدیم؟ مدل رو کسی میده که سالیان سال کار کرده، یه پروتکل میده مرتب. این پروتکل اون پروتکل بدون کنار آزمون بکنیم. ما پروتکل محور شدیم. جهتگیری ما این مدار جهتگیری خوندنی باید یه ارزیابی بشه. پژوهش زمانی ارزش داره که اثر بیرونی داشته باشه، یا تو سیاست گذاری نقش داشته باشه پژوهش. حتما تولید معرفت جزء کار پژوهشی هست، یا تو مدرسه یا تو خانواده یا تو کلینیک یا تو نظام سیاست گذاری. یه جایی باید خودش نشون بده. لزوما هر پژوهشی به سیاست ختم نمیشه. کتابی که من ترجمه کردم عنوانش هست در واقع حکمرانی روانشناسانی که دانشجو خوشبختانه تو هفته پیش چاپ کرد. اونجا آدم وقتی نگاه میکنه میگه یکی از مشکلاتی که محققین دارن اینه که وقتی خود طرح میدن، ایده میدن، وقتی انجام میشه ناراحت میشن. واسه اینکه محقق باید ایدهشو بده، لزوما تو برنامه‌ریزی نمیاد. چون برنامه‌ریزی ملاحظات دیگه هم داره، کانتکست داره، شرایط فرهنگی داره، شرایط اداره کشور از سیاست‌های کلان هست. لزوما هر ایده که نباید بده، ولی ما ایدهمون رو باید بدیم. یعنی کارمون باید این باشه که ایده پردازی ممتازی بر دیتا داشته باشیم. یه نکته دیگه که ما داریم، ما داده خالص تولید نمی‌کنیم. مشکل بزرگمون اینه. ببینید راجع به مسئله بحث می‌کنیم. من الان هفته پژوهش رو امسالا از سالان گذشتم، هر سال من خودم هم این مشکل رو داشتم. داده نداریم، ما داده‌هامون دیگه تحلیله. باید دیتا داشته باشه تحقیق. یعنی باید ما به یه سمتی بریم که در هفته پژوهش کسانی بیان صحبت کنن و حرف بزنن که داده داشته باشن. یعنی کار پژوهشی کرده باشن. من نگاه کردم ما یک پژوهش داریم در هفته پژوهش که داده داره. بقیه داده ندارن. نشست تقریبا ارزشمنده. لیکن بیان ببین امروز داده اوریجینال معیاره، حتی مقاله دیگه معیار نیست. چقدر ما داده اوریجینال تولید میکنیم؟ داده است که کانتکست مشخص میکنه. ما چون زمینه رو که نمیشناسیم. زمینه یعنی چی؟ یعنی نیازهای خودمون رو، نیازهای جامعه‌مون زمینه است. شما اگر زمین دانشگاه روانشناسی رو بدونید کجاست ولی زمینه‌ش رو ندونید، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم چون اطلاعات نداریم. تو این نشست‌ها ما میفهمیم که چقدر ما از داده خالی هستیم. یعنی هیچ داده‌ای تولید نمی‌کنیم. بلکه همین یه نمایش آقای دکتر گفتن 2500 تا دانشگاه. خب این داده میخواد دیگه، ایشون در آورده داده رو میخواد 2500 تا نیست. به این استدلال. خب پس داده باید تولید بشه. اگر دانشکده ما به سمت داده خالص بره، اوریجینال، سال 2 تا 3 تا هیچ اشکالی نداره. نیازی نیست که شروع بشه. کارهای دیگه هم باشه، ولی داده محور باشیم. اینا رو حمایت کنیم. دوستان ما در گروه روانسنجی ما بیشترین همت رو دارن که با هم بهشون دستمریزات باید و تبریک کن. یه نکته دیگه این هستش که ما در هفته پژوهش باید خود ارزیابی داشته باشیم. خود ارزیابی رو اینه که باید ببینیم چه کرده و چه نکرده. ترک فعلامون هم بگیم. ما هیچ ارزیابی نداریم از خودمون، خود ارزیابی نداریم، صرف اسسمنت نداریم. چه کردیم و چه نکردیم. خیلی کارا ما نکردیم. اونا رو باید بیام اینا رو ما نکردیم. یعنی وقتی درخت
رشته ما مثلا در بالینی ترسیم میشه، همشون استرس کار کردیم. آیا مشکلات جامعه خود استرس مثلا یا از اضطرابه؟ آیا چیز دیگه نداریم؟ ما باید ببینیم چه کردیم و چه نکردیم. اون چه نکردیمش خیلی مهمتر از اینکه چه کردیم. گاهی ما یک کاری میکنیم آدرس غلط میدیم. من خودم برداشتم از دانشگاه اینه، نگام اینجوریه، میگم دانشگاه بعضی با مسائل پیچیده رو ساده میکنه، بعضی مسائل ساده رو پیچیده میکنه. وقتی داده نباشه دیگه. این کتابی که ما ترجمه کردیم اسمش از احساس تنهایی و خلاقیت، محقق یه جمله میگه خیلی قشنگه، میگه دو دسته آدم‌ها خطرناکن. آدمایی که علمشون از اطلاعاتشون در واقع اطلاعاتشون از هوششون بیشتر باشه، این آدمای خطرناکن. اطلاعاتشون از هوششون بیشتر باشه چون لفاظی میکنن. و آدمایی که هوششون از اطلاعاتشون بیشتر باشه، اونا خطرناکن چون بدون داده صحبت میکنن. کسانی موفقن که هوش و داده نزدیک هم باشه. یعنی اگه داده تولید نکرده باید ساکت بشیم، سکوت کنیم. من الان 35 سال دانشگاه هستم، هنوز نفهمیدم این کسانی که نفر اول میشن یا قهرمان میشن یا میان وزارت خونه چیکار کردن. من نفهمیدم هنوز. یه دفعه میان میگم ما این کارو کردیم، ما یاد بگیریم دیگه. ما که یاد نگرفتیم خودش. نه که اون کار نکردن، یعنی حداقل کاری که اون کردن رو ما ببینیم. استادی میشه رابطه با صنعت پارسال شده که رشته چیز دیگه است اصلا. من نمیدونم چه استاد مثلا شده استاد همکاری فعال رابطه با صنعت، یا صنعت مندش عوض شده یا یه چیز دیگر. نه من نفهمیدم. بالاخره دانشکده ما زمانی رشد میکنه که نقد جدی رو داده داشته باشیم. یعنی حتی رساله های ما، پایان نامه های ما، اینا باید نقد بشه. چون ما یاد بگیریم. اونجوری که فرمودید فیدبک باید بدیم، بازخورد باید بدیم، درسته. یعنی همین رساله ها باید نقد بشه. بذار آقا رساله دکتری با من گذارنده شده 100 تا اشکال داره. خب این نقد بشه، من دیگه تکرار نمی‌کنم دیگه. ولی وقتی نقد نشه من هم اون غلط خودم هم مرتب تکرار می‌کنم دیگه. یه نقد عالمانه میشه، سال 2 تا 3 تا رساله بیاد نقد بشه که ما بگیم آقا این متدولوژیش اشکال داره، روشش اشکال داره، بیان مسائلش این مشکل داره. یعنی استاد من یه دفعه دانشکده چون دانشجو هستن به من ساختمان مرکزی گفتن این کارهای استادا رو بذارید تو پی‌وی‌سی، کارهای پژوهشی استادا کردن. من خداگوار نگاه کردم خجالت کشیدم. گفتم اینا رو بذارید دانشجوام ناراحت میشن. میگه اینا رو انجام دادید کار دانشکده‌ای ها. بله با 5 میلیون تومان نمیشه کار پژوهشی کرد. ولی اونم کار میسازه. اون چه کاریه معلم واسه بذاریمش تو بیسین آبرو میره. من گذاشتم پشت خودم بالا بذارید بعداً. دانشکده زمان رشد میکنه که نقد جدی باشه نسبت کاری که میکنه. یعنی محافظه‌کاری علمی ما نداریم. این بزرگترین مانع پیشرفت ماست. محافظه‌کاری ما رو بدبخت کرده. هیچ فیدبک نمیگیریم. بعد میشه مشکلات بزرگ. و نقطه آخر این هستش که پژوهشگران جوان نیاز به حمایت دارن. حمایت واقعی دارن. نه حرفای کلی زدن. زیرساخت دانشکده ما بچه‌های جوان ما هستن. هم با انگیزه، هم با سوادن، هم روش‌های جدید رو میشناسن، هم اونجا مسئولیت میشناسن. اینا باید حمایت جدی بشن. استادی که 20 تومن حقوقشه این نمیتونه کار پژوهشی بکنه. کار پژوهشی که مثلا 10 میلیون تومان باشه این کار پژوهشی از روش در نمیاد. نقطه پایانی هم بگم، ببین ما حتی به سمت مرکزیای بهتره. گروه‌های ما باید با هم تعاملشون بیشتر باشه. الان ببینید ما گروه‌هامون لوکال شده. یعنی در واقع هر گروهی برای خودش کار به تصویب میکنه، جدا انجام میده. ما هیچ خبر نداریم که گروه تربیتی چیکار میکنه، گروه فلسفه تعلیم تربیت ما چیکار میکنه. قبلا یه خبری داشتیم اون از بین رفته. یعنی نمیدونیم خودمون با خودمونیم. و خودم گویم، خودم خندم، عجب مرد هنرمندم. هیچ تعاملی با هیچ گروه نداریم. اصلا جداش کردیم. هیچ اطلاع نداریم. نمیدونیم چیه. یعنی هر چقدر ما با هم لینک باشیم این ثمرات داره، کارهای بین‌رشته‌ای شکل میگیره. و اگر ما لینک نباشیم هر کسی کار خودشو میکنه. بعد توهم شایستگی داریم. وقت توهم شایستگی یعنی چی؟ همون که آقای دکتر بازرگان گفت. توهم شایستگی یعنی که ما فکر میکنیم که داریم خیلی کار میشه. آدمی که پفک بخوره بعد فکر کنه غذا خوبی خورده. ما توهم شایستگی داریم. آقا پس خروجی کار کجاست؟ چی داره؟ و توصیه دیگه میکنم. در این یک سالی که ما در خدمت شما نبودیم و که اون کنار بودم، من یه هسته داشتم به نام هسته متعهد احساس تنهایی. اونجا ما خیلی کار انجام دادیم. من خواهشم از دوستان اینه با دانشجوهای جوانمون، خصوص ارشد و دکترا، اینا یک ظرفیت بزرگن. در قدر اینا رو بدونید و این هسته‌های پژوهشی که در واقع دی ان ای دانشکده است، اونا رو فعال کنید. دانشجو جا رشد میکنه، جانشین پروری شکل میگیره، به دانشجو بها بدیم. ما اونا کار تولیدی انجام دادیم. با همین در واقع حضور بزرگواران
خب من که سنم گذشته برای من ایده دارم، ولی اون همه کارش اون داره انجام میده، یعنی میره انجام میده تو این فضا است. و این جوینت اگر بشه دانشجوهای جوانمون رو به خصوص ارشد و دکترامون رو دریابیم، اینا سرمایه آینده کشورن، اینا رو تحویل بگیریم، ما یک ارتباط عاطفی باشون برقرار کنیم. اینا اینقدر اصلا من خجالت میکشم، من صبح که میام میبینم دانشجو از من زودتر اومد نشسته اونجا، دانشجو دکتری ما که همین ترم دانشجو شده، اینقدر با 2 تا بچه، یعنی اینقدر این آدم با انگیزه. چرا؟ چون فضا داده شده. به دانشجوی جوان فضا بدید. السلام علیکم و رحمت الله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای دکتر برجلی، ممنون از صحبت‌های شما، بسیار استفاده کردیم. در ادامه برنامه